سلام، من آیانا ژاپنی هستم. مامانم ایرانی است، بابام ژاپنی است. من ژاپن به دنیا اومدم، بزرگ شدم. این سریع ترین قطار تو ژاپن، اسمش شینکانسنه. خیلی از شما پرسیدین که قیمتش چقدره. از شهر کاکونوداته تا توکیو با ماشین میشه 6 ساعت و نیم. اگه راه برین 6 روز طول میکشه. خدا رو شکر که شینکانسن هست، فقط 2 ساعت و 45 دقیقه طول میکشه. از کاکونوداته تا توکیو 620 کیلومتره، یعنی مثلا از تهران تا شیراز. شینکانسن با سرعت 320 کیلومتر میره. رفت و برگشتش از شهر کاکونوداته تا توکیو میشه 34,000 ین، یعنی میشه 220 دلار. شما فکر میکنی این گرونه یا نه؟ من که فکر میکنم یه کمی گرونه، کاش که یه کمی ارزون تر بود. ولی بچه ها زیر 6 سال مجانی هن. اونش خیلی خوبه. و برای لو سیزن تخفیفم میده، مثلا 30% آف. اونجور موقع خیلی خوبه. ولی اینم از قیمت شینکانسن. شما فکر میکنین قیمتش اوکیه یا نه؟ پس خداحافظ.